لنت ترمز هست که توی خودروهای معمولی که خیلی هم بزرگه که دوست داشتم به شما این لنت هم نشون بدم. مال خودروی پورشه پانامراست که یکی از بزرگترین لنت ها تو خودروی سواری کوچیک هستش. خود به هم ریخته است، آخر اینجاست. یکی از برندهای اصلیه. شاید اینو خواستم روی خودرو نصب کنم، گفتم برای شما این ویدیو رو بگیرم نیفتی. بیارمش بیرون به چه شکل به کله ملقش کنیم بیاد بیرون. خب خیلی سنگینه، بذاریم کنار. خب این برند اصلیه برای جلوی پورشه پانامرا. واقعا لنت فوق‌العاده سنگینی هستش. پورشه نیوکاین پانامرا. وزن این لنت ترمز بیش از 3 کیلو 800 گرم، نزدیک به 4 کیلوگرم هستش. ببینید خواستم بهتون بگم 4 تا لنت ترمز داره. لنت های جلوی اینا 2 تا چپ میخوره، 2 تا راست میخوره و 2 تا از اینا متفاوت هستن. این یکی از بزرگترین لنت ترمزاست که توی خودروی پورشه پانامرا استفاده میشه و خیلی هم سنگینه. گفتن 3 کیلو 800 گرمه. تمام شماره سریالایی که خورده تمام این لنت فابریکی و یک برند متفاوتی هستش. این لنت ترمز از مواد بسیار عالی ساخته شده. این شکافایی که اینجا میبینید، این قسمت برای اینه که ما بین دیسک و لنت ترمز حرارت بسیار بالایی تولید میشه که اومدن مهندسی این طراحی رو که حرارت بیش از اندازه ما بین این دوتا رو بیان از اینجا خروجی بگیرن و دمای این قسمت رو بیارن پایین. پس این شیارها برای حرارته. و یه تیکه پلاستیک میبینید این در میاد که میره روی سیلند ترمز بس میشه این قسمت. بذار همشون رو در میام. خب اینم شناسنامه‌شه. شناسنامه فوق‌العاده بزرگی داره. خب بازش کنم مشخصات خیلی زیادی داخلش داره. سند 6 تنگشه. اینم همینطور 2 تا چپ میخوره، 2 تا راست میخوره. 2 تاشون متفاوتن توی هر سیلندش. اشتباهی اگه جا بخوره اصلا نمیشه اشتباه جا بزنیم، ولی خب بعضی وقتا این امکان پذیر هستش که یه جوری زورکی این کارا رو میکنن نمیدونم و ترمز نمیگیره. توی خودرو یه خورده بعد 4 تا لنت داره که شبیه همه. الان شما میبینید همه چی شبیه همه، ولی اینطوری نیستش. وقتی روی سیلن قرار میگیره متفاوت هستش. تو فوق‌العاده بزرگ و سنگین. همچین لنتی واقعا تو خودروی معمولی من دیگه بیشتر از این پورشه دیگه ندیدم به این بزرگی. ترمز فوق‌العاده قوی داره. این لنت ترمزهای فوق با کیفیت هستش که برای این خودرو دارن استفاده میشن که توی خودروهای دیگه هم هست، ولی توی این خودرو بیشترین چیزی که داخل اینا به کار رفته مس هست. این زردیاری که اینجا میبینید حالت دون 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 هستش، یکی از موادهای اصلی هستش که توی این خودروها استفاده میشه که مس باعث ترمزگیری نرمتر و کمتر آسیب زدن به لنت ترمز میشه. اگر خواستید استفاده کنی توی یک سری از خودروها وجود داره. اینم بهتون بگم که از این لنت ترمزها حتما استفاده کنید. اگه شکاف داشتن استفاده کنید. حرارت کمتری ایجاد میکنن. توی خودروهای پراید معمولی یا توی خودروهای مثل کویکس ها اینا توی این هستش همچین سیستمی. از این لنت‌ها بیشتر استفاده کنید. اینم برای آگاهی شما بود که بهتون بگم. از لنت ترمزهایی که یه سطحی دارن یه خورده کمتر استفاده کنید. این مهندسی خیلی بهتر هستش، آسیب کمتر میزنه
و خیلی بهتره. این طراحی واقعا فوق العاده است. این ویدیو رو برای شما گرفتم که برای آگاهیتون باشه. اگه ویدیو رو دوست کنید، کامنت کنید، شیر کنید، ذخیره کنید، به درتون بخوره. به درتون میخوره، چون یه سری نکات فنی هم ما داخل اینجا گفتیم. برای همین یه شیار کوچیک طول عمر لنت ترمزم بیشتر میره بالاتر، به خاطر همون دوتا شکاف ها که حرارت ما بین دیسک و لنت رو میاد کاهش میده. پس این لنت ترمزها بسیار گزینه عالی هستن. از این لنت ها حتما استفاده کنید. تو خودروهای ایرانی هم هستش، تو هر خودروی وجود داره، شما میتونید استفاده کنید از این لنت ها بیشتر امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه.